خیراندش انسانی دورندش آخر شعر ده خواهیم نخواهیم میزنه نش یا قرصک بش همه میشیم خیش. السلام علیکم هموطنان عزیز، استادان گرامی قدر. امروز در حق یک روز استاد چی میگن قید کردن که همین خیلی حالت یگان کس انتظار نبود. من میخوام با افتخار استاد عزیز یک قرصک شود. حاضر از همه مشکل در این دور و زمان این کارگردانی و سرجم کردن اهل هنر و اهل قلم است. این یگان جای پنهانی نیست. با از اون از دست راست که میبینیم تا با دست چپ تمام اون استادایی که برای حجم ملت تاجیک خدمت کردن، برای دراماتورگ ملت تاجیک خدمت کردن، برای رژیسور تاریخ ملت تاجیک خدمت کردن، اکثر در اینجا پیشنهاد ما و شما کردن. روحشون شاد باشد. من میخوام با افتخار چنین شخصانی برمن استادان گرامی قدر یک قرصک سمی دیگر زنیم. سلامت باشید. لفظ خوش گفتن خوش از گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویند سخنهای لطیف، خنده هم درست انسان را طبابت میکند. جای انتخاب کرده استاد خیراندش ببینید نزد کتابخانه ملی. من همون قصه استاد خودشون که نوشته بودن برای من برای شما تقدیم میکنم. خواندن میگه دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد روزد از روز. همه اون صحنه‌ای که در اینجا استادای عزیز هستند، از نام استاد خالمراد صدیق، از نام نصرالدین نوردین گلبی ابوالخیر و که با استاد خیراندش همکاری دارند، یک قرصک با افتخارشان از نام اهل هنر لحظه‌های گوارا همین قصه را پیشکش شما میگردانم. دانش طلب و بزرگی آموز میگه یک فرد میخواند با درجه میخواند که نامش نوشته نمیتونه. حاضر جوانای ما ببینید زبان خارجی میخونن، زبان روسی کم کم همش میدونه. ها دانشجو هم تلفنات هم قبیلگی باور کنیم خیلی دل ما شما پرای کی برای کی قفای همین تلفن با نوار گرفته شما دیگه همین قریب بخشیشو بعضی شما صورت پرست دیگه فقط تلفن قد ببینید. یک چیز ها انا اون وقت هم خیلی یک جوان با درجه میخونه که حرف نمیدونه، نامش نوشته نمیتونه. همین خیلی مکتب تمام یک چند وقت دیگه میگره یا روز چیز نیست. مسافدی پدرش میگه چی میشه؟ گیجو برده باشن دو توز خدمت برده باشن یا مو دو مو سه مو میکوه. وقت تلفن خیلی علاقه نبود، فقط نوشتن بود. سه مو میگذره یک خط میبیو. مسافد در اوقات میگیره میکشو هم خیلی نگاه میکنه همین تا میگی نه مرغوی ایدری او برومدگی نه یگان حرف رسته نه یگان املای نه یگان خطای پیش ای همسایه پیش وای همسایه پیش ای همسایه یا ده را میگردونه یگان کس نمیگه که همین جوان گیجو دای چی گپای. بعد یک کس میگه با شما همین خطا گرفته مکتب روید. مکتب ده همین معلم اگر یه حرفی اوان میفهمه بچه‌تون در کجای خطا میگیرم میره مکتب نزد مدرو دیرکتور تمامی معلم میبیو همه ای نظر میگذرونن یگان کس نمیگه که چی نوشتگی. میگم معلم تربیت جسمانی دعوت کنی این دویدن ده نوشتگی. معلم تربیت جسمانی میبیو نگاه میکنه نمیشه. بعد روبره دیرکتور میبینه که مسافر خجالت میگه بابا در جامعه ما همین خیلی آدمایی هستن که همین خیلی حسن خط دارن، اینا دختران. شما همین خطگیری دخترخانه روی مسافر خطا میگیره میره دخترخانه میدره نزد سر دکتر تمام دکتر را دعوت میکنه نیرو پاتولوژی تراپی همه نظر میگذارن یگون کس یگون حرف نمیوه. مسافر تماما قریب بیگه روز میشه نسترین پچق سر دکتر میبینه که نسترین مسافر نیست. بابا ما دکترها هممون هر خیلی می نویسیم. در جامعه یگانه آدمایی هستن که حسن خطی همه ما خوانده میتونن. اینا اپتکچیویان دارو فروشا. شما همین مکتوب گرفت روید داروخانه ها هنوز بیگه میدونید هم بسیار دو جدا نوبت یا زپرافکا ده یا داروخانه ده. مسافر هم میره نوبت بسیار میسته نوبتش میبیو وقتی میزاج بسیار باشه کلینچ خیلی کیره گاب میفوره او دکتر دارو فروش گر داروی داد صدای نوبتی مسافر میشه. مسافر خط دراز میکنه که اپتکچی میگیرم خیلی نگاه میکنه میگه ای بابا این داروی شما در خطای میشه مال آوردگی نیستیم. زندگانی گاه آسان است گاه مشکل است، گاه چون قند و عسل گاه زهر قاتل است. تلخ و شیرین هرچی می آید به نوبت بگذرد، شکر قسمت میکند هر کس اگر ناقابل است. زندگانی می رود همواره چون آبی روان، هر کس دنیا بی خبر باشد فقط در ساحل است.
دانش اندر دل چراغ روشن است استاد خیراندیش اندیشه کرد هر کسی دانش نمی آموزد اون ناکامل است خیریت یک قرصه که مجبوری زده اید همین غزل خواندگی ما استاد خیراندیش براتشکه ای سلامت باشید در خاندان همه ما شما خنده باشد مهربانی به دیدار شما استادای عزیز خوش اومده استاد رحمتی کلام انتخاب کردگیتون بسیار عجایب همین یک جر شوید خنده یک جر شوید پارتیر در اونجا زیاد میشه السلام علیکم دوستان عزیز راستی من خیلی خوشنودم که امروز در نزد شمایان دیده به دیده رسیدیم همه این مردهایی که شما در این اکت‌ها میبینید اینها محبوب دلی خواه در ولایت سوق باشد خواه در بدخشان باشد همه عائله ها همین استادای بسیار دوست می‌دارم بنابراین من روح و ارواحشان شاد باشد گفتنی هستم که امروز خیراندیشکا بسیار کارهای بهترین کردن خودشان بالا با ماندگی حاضر انا استاد بسیار یک مرد که خوب هستند باور کنید قدشان یک بار نشستیم بسیار آدمی زور هستند گفتن که کنسرتت باشدم یک بار برآمده بیام من خیلی آمدیم من روزی گذشته دوشنبه آمدم و در اساس آمدم خیلی اینجا چمپیوناتی وای رفتاده بود وای نماش ولسیپد نگاه میکنم راه ها ماشین نیست چی نیست یک ولسیپد سوار گذشته بود سوار شدم یک کم جای گرفتیم انا بسیار کاری خوب شد باور کنید اگر من همینجا به ولسیپد رانو یک روزی همین عموما گیریم اگر همین یک ایده ولسیپد ماشین عموما همه تخت کرمانات و ولسیپد که تگردد آناز بهترین کار میشه یا نمی همه ماشین دارو همینجا نازل میشن بهترین کار میشه عزیزم شوخی میکنیم البته امروز ما بهری یادبودی استادان آمده باشیم بهری باز یکم اپریل است روزی طبیعی خوشگوارا است من گفتنی هستم که من این زنهای تاجیک سلامت باشن از همونجا از بدن اساس همین خیلی برو آمدم ایستگاه با آمدم که دو زن ای وای شما تلویزیون بمی من گفتم ها همین مشروط که من تا کاردیولوژی میرم می من گفتم نشما نمیرید گم دویم زنک چی میگفت من چی خیلی که این که نرفت شما هم نمیرید اپا همین جنجال زنها به من حیران میشن بعضن بسیار جنجال نه بازار میگویتم نه عموما همین لاگیکا گفتگی چیز که زنهای ما من شریک و آشنا نی کارشون نه وای دو تا زنک صحبت کردن افسوس میدونید دوگون من همین سر لباس 7 سال پیشنگی حالی هم من بچین فیگورم گاری نی و یاش چی میگفت کدام سر لباست گفت شرفم همین گپاتون من حیران میشم بیگاهی روزی آیله خوریست است خامشوربا کرده که بچه که بیچاره از کاسش یک استخوان گفته خویده استاد سگ می تو دادت به تدلیر ما این ما خفه شدن ما در کار نیم ما ها البته دو زن دروازه به برآمده جاروب کتی سحر کتی میرو بتون کو شما رفته استادیان اون طرف انگیش اكو تاجیک کو اون طرف انگیش همسایه میبخشید دین سال مزتون نشدم به فکرم از خانه‌تان ماشین یاری تاجیلی برآمده رفت گفتم مراد اینش هم تاجیکو و هم چیفت است از خانه شما دین سالدت برآمد من جنگ سر شد میگفته که نیکو همین یک چیز نه باید تاش آمده تلو مگزین به نگاه کردم اون جنگی مگزین همین خیلی آویزون شده که تاس بالی و آینه بیو انا من چمپل گفت و فروشنده هم 15000 گفتم مراد 7500 متری هم من با گرفتم مونت مینا تا کیا گفت تا یک بار دیگه شوهرم قپیده نوای زنکتی با 7500 دیگه میگیرد من امروز چطوری که گفتن یک تا زادروز داشتگی حاضر گوسیل کردیم و زنگیری به رفته آدم دویم زادروز داشتگی آدم است این کس گلبهار خان کنی و کس بیاید اینجا این کس هم 1 اپریل پدر و مادرشان شوخی کردگی خواهری ما من دنیا با آمدگی من بیاید بلندگو یک به فکرم یک تا اینجا نه یک تا دیگه بود اینجا مرمت خواهر جان من شما جشن زادروزتون که تبریک میکنم من این بلندگویک برای شما اسماعیل اکا با یگان شعر درباره شما هم اینجا تیار میکنم باشن سلامت باشید از روی کسبشون نه از روی خواب بیشون تیار کنم کسبشون سنگ مانده هم دست افس نیوی خب عزیزان گلبار خان نباشد بیاید نخل میکنیم یک واقعه عجایب زنی تلفن دارد رفتیم تلفن کاری است رفتیم این کس اکتیوری قامت بلندتر نیما قهرمان جان انا بیا تلفن تیو بینی بچه ها با نگرد میشی یک چه بیست رفتیم اینک من نوبتداری سوختار خاموش کنی الو نوبتداری سوختار خاموش کنی گوش میکند گوش کنید دکتر جان من همین 45 تا گل شناندگی گل نزدیک خانه به ها
صد برگ اپا جان دانش 35 اپا سامانی جان اینجا نوبت سوختور خاموش کنید دیگر جا توبه چی میموند الو اما الو نزد همون گلی صد برگ با 20 دانه انواع درختای میوه دار شناندگی اپا جان اینجا وای، نوبت سوختور میوه‌هاش خاموش کنید می‌دونی شما با دیگر جا آروچه. فرو آمدید یه خدایی توبه الو اوا نوبت سوختور خاموش کنید گوش میکنید نزد انمون با درختا و من میوه اوی های زنک منو گوش کن تو دیگه جا فرو آمدی اکو منو گوش کن خانه همسایه هم سوختاست حاضر ماشینت که میبی همون چیزای منو زیر نکن گفتاتیم این یک واقعه عجایب بود اینک بعضی شوهرها هستن که زنشون با عموما کمک نمیکنن این خیلی شوهرها هم هستند مرد آدم ها هستند مرد اکنون من یک چی گفتنی هستم اینک یک واقعه یک عائله تماشا میکنیم بیدیزم اوی مردک جا اومدید میاکار یادتان هست می ها مردک یگان کار به شما یاردم نمیکنید گفتی ها امروز شفیار هم قطعی همون طرفی باغچه با گذاشتیم من فرزنده گرفته اومدم گیر خوراک چی امروز خوراک وای نه 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 مردک خوراک چی گفتی سیم خوراک ها اوی ها یک تا فرزندامو 42 بر اومد مهندسی برق کار میکند وای دویمش میاد اینستیتوت میخواند 5م کورس 23 بر اومد 2 تا فرزند های خلاص مونده این کی آخه همین خیلی در آمدم دیدم که همین یک تا خودش ماندگی گرفته آمدم شما کی کی شما کی من قبوری بخچه قرابلی باغچه ها کجا من شفیار ما گم برده مانده بیاد شما گپ زدم من اونده من گرفته آمدیدی عذر کارم مونده ایمان ایدی بلام دو بروید بلام گوی که دو بروید رحمت اینک هستن نفرایی که کم کم می نوشن آبنی چایانی بیا بدنش فقط 40 هایکو سلام علیکم و علیکم سلام من باید سنگی 32 کیلو هدیه اینجا نیست نباشد اگر پرچتکه های بوکسای می نیست کجا نباشد اگر تورنیک است می تورنیک نیست کجا نیست کیمانو چه کیمانو چشمتون کلانتر کشوید اینجا مغازه عرق فروشی خدا جان دیدی من ورزش که مشغول شوم گفتم اینها جشن نیست کساس چطور آره این گپی دیگه تشکری زیاد دوستان عزیز و ارجمند من باری دیگر گفتنی هستم که گلبار جان شین راستی سوتن فایدهش نیست چی یادم استاد ترسان شین عزیزان شوخی میکنیم البته ما مردها بعضا درباره اگر تلفن از جمشید جان گپ زد من راستی گپ تلفنم اگر بیگاهی بعد ساعت 6 اگر اس ام اس بیاد من زارم میدرد اس ام اس هر خیل میبیاد از وها میبیاد از اینها میبیاد یارو تینگ تینگ شد تلفن است یک گرفتم و جایی ما رفته گامزدگی کجا میدونتم به حضور مردکو گامزنت کو است یک اگر آب سر دادم است یکی گرفته هم تو بینم جانم تو می بیایی از سال من خانه با ننویس دیگه گفتم و است یک از اونجا برامده با یک بار دیگه آب سر دادن نافهمه کرد بیایم زنک دیوانه میشیم ها تلفنی من گرفته حاجت خانه میداره بعد همین زیق شدم گید لیکن در کجای نباشیم الها در لبان هر یکی ما و شما خنده باشد من چطوری که گفتم علمی کار و پایکاری استادای برای دوام دادن باید که آدم مهنت کند کار کند آن سطحی که اینها حجم برداشتن آن سطح به رفته رسیدن در کار پیش از همه بنابراین خانه آخرتشان آباد باشد متاسفانه امروز بین ما نیستند یک چیز دیگر را من باید به هر یکی شمایان عزیز بگویم که حجم از همه ژانر دشوارترین باشد هم فرق ندارد من همین را شما خندیدید سری ما به آسمان رسید اگه خیراندیش به یک قرصکی بلند میزنیم سلامت باشید اکا جانی عزیز زنده باشید خوش اومدید اید در مویلوات جانم ای به خدا بسیار مینادور سلامت باشید خوب. خدا کند که تالارهای کنسرتی به واخوریم اکا جان